سلام. تو این ویدیو که دوم ویدیو از سری ویدیوهای How to introduce ourselves یعنی که چجوری خودمون رو معرفی کنیم هستیم، می‌خوایم در مورد خانواده و فامیلی ممبر صحبت کنیم. می‌دونید که برای معرفی کردن خودمون لازمه که بلد باشیم خودمون و خانواده‌مون و اعضای خانواده‌مون رو معرفی کنیم. پس برای همین من تصمیم گرفتم یک ویدیو رو به طور کامل اختصاص بدم به کلمات مربوط به خانواده. خب، اعضای اصلی یک خانواده کیا هستن؟ والدین و فرزندان، یعنی پدر و مادر و بچه ها. والدین به انگلیسی میشه parents. یک پدر یا یک مادر میشه parent، دوتا با هم میشه parent. پس گفتیم که parents میشه father and mother، پدر و مادر. همونجور که تو زبان فارسی ما توی صحبت‌های عامیانه هم به پدر میگیم بابا، توی زبان انگلیسی هم به فادر میگن دد و به مادر میگیم مامان. اونها هم به مادر میگن مام. گفتیم که به جز پدر و مادر کیا رو داریم؟ بچه ها میشن children که تشکیل شده از son و daughter، یعنی پسر و دختر. پس خانواده تشکیل شده از parents، father and mother و children، son and daughter. خب این parents با هم چه نسبتی دارن؟ این parents میشن spouse یعنی زن و شوهر، husband شوهر and wife یعنی خانم. حالا چند تا جمله کارموردی در مورد این قضیه یاد بگیریم. مثلا میگیم I want to start a family. میخوام تشکیل خانواده بدم. I want to start a family. یعنی که میگیم I'm thinking about starting a family. دارم به این که تشکیل خانواده بدم فکر میکنم. I'm engaged. نامزد کردم. I get married. ازدواج کردم. I want to raise my family. میخوام فامیلیمو گسترش بدم، خانواده‌مو گسترش بدم، میخوام بچه دار بشم. I want to raise my family. خب وقتی که بچه دار میشیم اون بچه ها چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ سیبلینگ هستن. سیبلینگز یعنی خواهر و برادر. خواهر میشه sister، برادر میشه brother. و این دوتا با هم دیگه، این که مثلا وقتی از شما میپرسن که چند تا خواهر یا برادر داری، هم ممکنه بپرسن how many brothers or sisters do you have، هم ممکنه بگن how many siblings do you have. پس این siblings همون brother and sister هستش. خب حالا چند تا جمله در مورد این موضوع با هم یاد بگیریم. I have a small or big family. وقتی میخوایم بگیم یه خانواده پر جمعیت یا کم جمعیت دارم، از small و big استفاده میکنیم. اگه خانواده کوچیکی داریم میگین I have a small family. اگه خانواده بزرگی داریم، خانواده پر جمعیتی داریم، میگین I have a big family. There are 5 of us in my family. وقتی که میخوایم بگیم که چند نفریم میگیم چی؟ میگیم There are 5 of us in my family. 5 نفریم. و یعنی که میتونیم بگید There are 5 people in my family. حالا اگه بخوایم در مورد خواهر برادرمون صحبت کنیم، جواب سوال Do you have any brothers or sisters رو بدیم، میگیم I have 1 brother and 2 sisters. یک برادر و 2 تا خواهر دارم. حالا اگه نخوایم بگیم که چند تا خواهرن چند تا برادرن، کلاً بخوایم تعداد خواهر برادرمون رو بگیم، میتونیم بگیم I have 3 siblings. من 3 تا خواهر برادر دارم. دیگه مشخص نمی‌کنیم که چند تا خواهرن چند تا برادر. حالا اگه هیچ خواهر و برادری نداشته باشیم چی میگیم؟ میگیم I am the only child of my family. I am the only child of my family. من تک فرزند خانواده‌ام. فقط من تو خانواده دارم. به این خانواده ها میگن single child family. خانواده های تک فرزندی. حالا بریم با انواع خانواده ها آشنا بشیم. یه مدل خانواده نوکلیره یا همون تو پرنسه. خانواده های معمولی که داریم تشکیل شده از پدر، مادر و بچه ها. به این خانواده میگن نوکلیر یا تو پرنس فامیلی. اما اگه که به هر دلیلی یکی از پدر یا مادر توی خانواده نباشه، سینگل پرنت فامیلی به اون خانواده میگن. خانواده‌ای که یا پدر داره یا مادر، تک والد هستن. به این خانواده ها میگن سینگل پرنت فامیلی.
پدر بزرگ و مادر بزرگ رو به طور کلی گفتیم پدر و مادر میشن parents، پدر بزرگ مادر بزرگ میشن grandparents که مادر بزرگ میشه grandmother و پدر بزرگ میشه grandfather. همونطور که گفتم که پدر و مادر مام and dad هستن، grandmother و grandfather هم میشه به شکل‌های دیگه‌ای گفت. مثلا grandmother رو grandma میگن، grandmom هم میگن و grandfather رو grandpa و یا granddaddy هم میگن. بستگی داره که تو شرایط فرمال باشه یا اینفورمال، ولی به طور کلی مادر بزرگ میشه grandmother، پدر بزرگ هم میشه grandfather. نوه چی میشه؟ نوه میشه grandchildren که حالا اگر پسر باشه میشه grandson، اگر دختر باشه میشه granddaughter. بریم سراغ دیگر اعضای خانواده. خاله، عمه، اینا چی میشن؟ زن دایی، زن عمو، اینا میشن آنت. دایی و عمو و شوهر خاله و شوهر عمه هم همشون میشن آنکل. اما حالا اگه بخوایم اصرار داشته باشیم که مشخص کنیم که این زن دایی یا زن عموه، میتونیم از آنکلز وایف استفاده کنیم و اگه شوهر خاله شوهر عمه‌مون رو بخوایم مشخص کنیم میتونیم از آنت's husband استفاده کنیم. یه مدل دیگه هم هست حالت اینفورمال داره که شما مثلا اگه زن دایی جانتون رو میخواید معرفی کنیم میگید آنت جان، این یعنی اینکه همسر دایی جان. به بچه‌های این خاله و عمه و عمو و دایی چی میگن؟ چه دختر باشه چه پسر، چه مال خاله باشه دایی باشه عمه باشه عمو باشه، هر چیزی که میخواد باشه، کلا این بچه‌های فامیل همه رو با هم میگن کازین دیگه. حالا هر کی میخواد باشه فرقی نمیکنه، همشون با هم دیگه میشن کازین. بچه خواهر و برادر اگر که دختر باشه فرقی نمیکنه از خواهر باشه یا برادر، میشه نیس. اگر که پسر باشه میشه نفیو. پس دختر خواهر یا برادر میشه نیس، پسر خواهر یا برادر میشه نفیو. خب تا اینجا ما گفتیم که آنت میشه خاله و عمه، آنکل میشه عمو و دایی، گرندمادر و گرندفادر هم که مشخص نیستن. پس چطور بفهمیم داریم در مورد خانواده پدری صحبت میکنیم یا مادری؟ اگه بخوایم در مورد خانواده مادری صحبت کنیم میگیم maternal family. اگه بخوایم در مورد خانواده پدری صحبت کنیم میگیم paternal family. و فقط کافیه که maternal یا paternal رو قبل از اون نسبت اون بیاریم، مثلا maternal aunt مشخص میشه که خاله است، یا اینکه paternal grandpa، این هم باز مشخص میکنه که پدر بزرگ پدری، یعنی پدر. پس برای مشخص کردن خانواده مادری یا پدری از maternal و paternal استفاده میکنه. خب حالا خانواده همسرمون رو چجوری مشخص کنیم؟ با پسوند in law، father or mother or sister or brother، no difference. همشون با in love میان، father in law، mother in law، sister in law و brother in law. خب حالا بچه‌ای که به فرزند خوندگی قبول کردیم چی میگیم؟ میگیم adopted child. این بچه با خانواده‌اش چی بگه؟ stepfather، stepmother، stepsister or stepbrother. پدر ناتنی، مادر ناتنی، خواهر و یا برادر ناتنی. و در آخر اینکه شجره نامه یا همون درختی که نشون دهنده یک خانواده است رو بهش میگن family tree. ممنون که مثل همیشه همراه ما بودید. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت کافی رو برده باشید. ممنون که با لایکاتون ما رو حمایت میکنید. کانال رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.